درود به همه عزیزان همراهان بینبو. برای ساخت چنل یوتیوب کافیه که وارد اپ یوتیوب توی گوشیتون بشید. در پایین ترین نقطه سمت راست یا چپ، بسته به اینکه گوگلتون فارسی زبان یا انگلیسی زبان باشه، روی اون شکل آدمک اون پایین کلیک کنید. در مرحله بعد سینگ این رو بزنید. دو تا گزینه برای شما میاد، یکی اکانت هست، یکی اد اکانت هست. اگر که اکانت از قبل دارید گزینه اد اکانت رو بزنید، ولی ما فرض رو بر این میگیریم که شما جیمیلتون رو تازه ساختید و تازه میخواهید داخل یوتیوب چنل بسازید. بنابراین شما گزینه اکانت رو بزنید تا وارد مرحله بعد بشیم. اینجا از شما میخواد که جیمیلتون رو داخل کادر وارد کنید. جیمیلتون رو که زدید دکمه بعدی رو بزنید. حالا من فارسی گوگلم. گذرواژه خودتون رو بزنید. برای اینکه اشتباه نکنید پایین نوشته نشان دادن گذرواژه، تیک اون مربع رو بزنید تا گذرواژه‌ای رو که میزنید به شما نشون داده بشه که اشتباهتون به حداقل برسه. گذرواژه‌تون رو که بزنید بعدی یا نکست رو بزنید. اینجا ضوابط یوتیوب و گوگل هست، باش موافقت کنید. این صفحه اختیاری هست و میگه که از مخاطبین و اطلاعاتتون من پشتیبان تهیه کنم. میتونید روشن کردن پشتیبانگیری رو بزنید. اگر هم مایل نیستید روشن نشود رو بزنید تا به مرحله بعد بریم. توی این صفحه هم باز یه سری اطلاعات اختیاری هست، میتونید وارد کنید. اگر نه حالا نه رو بزنید و وارد مرحله بعد بشید. این مرحله هم پشتیبانگیری از داده های گوگل هست که بپذیرید و وارد مرحله بعد بشید. خب تبریک میگم، چنلتون ساخته شد. برای اینکه فیلم آپلود کنید کافیه که روی اسم اکانتتون بزنید تا وارد چنلتون بشید. در این مرحله برای اینکه شما بتونید ویدیوتون رو آپلود کنید کافیه که روی گزینه کریت کلیک کنید و گزینه آپلود ویدیو رو بزنید. من برای نمونه یکی از فیلم های آموزشی که از قبل داخل گوشیم هست رو انتخاب میکنم تا ویدیوی من آپلود. خیلی از الگوریتم ها در مثل به حال بازارها اجازه این رو نخواهند داد. این قسمت هم مربوط به عنوان ویدیو شماست که میتونید از قسمت تایتل انجام بدید، کپشن بنویسید و اطلاعات تکمیلی راجع به ویدیو خودتون رو وارد بود. دوباره نکست رو من میزنم. خب اینجا میگه که این فیلمتون برای بچه ها هست یا نه. خب من میزنم نه و دکمه آپلود ویدیو رو فشار میدم تا ویدیو من آپلود بشه. زمانی که ویدیوتون رو آپلود کنید اینجا نمایش داده میشه. الان همونطور که میبینید ویدیو من آپلود شده و منتظر تایید یوتیوبه. یکی از کارهایی که شما میتونید برای بهتر کردن چنلتون انجام بدید انتخاب عکس برای پروفایلتون هست. برای این کار اون قسمت مداد، اون علامت مداد رو بزنید. بالاترین قسمت شکل یک دوربین عکاسیه. اینو که بزنید شما هم میتونید خودتون عکس بگیرید، یعنی از کامera استفاده کنید یا از گالری گوشیتون عکس انتخاب کنید و برای پروفایلتون عکسی رو انتخاب بکنید. حالا من به عنوان نمونه مثلا فرض مثال این عکس هست. سیو از پروفایل پیکچر رو میزنم تا عکس من آپلود بشه. طور که میبینید عکس چنل من هم آپلود شد. خب همونطور که میبینید فیلم من هم آپلود شده. شما هم به همین راحتی میتونید چنل خودتون رو بسازید، حداقل یه دونه فیلم داخلش آپلود کنید و عکس پروفایل خودتون رو ثبت بکنید.